در پروسه جدید ویزای بشردوستانه برزیل نهادها دور اول زمانی که ایمیل را به شما معرفی کرد و سایت را به شما معرفی کرد، تعداد زیادی از مردم اونجا درخواست دادن، ثبت نام کردن که بعضیشان درست بودن، بعضیشان غلط بودن. حالا هر کسی که دوباره جواب ایمیل دریافت بکنن، اونا در جواب ایمیل ببینن که چی نوشته شده. اگر یکی تایید شده بود که شما قبول شدین، شما از شما اسناد میخواه، هر چی که میخواه اونم رو برشان روان کنین. در قسمت پناهگاه زمانی که دوستای عزیز پرسیدن، باید بگویم که ایمیلشان متاسفانه فعلا بسته است. شما فعلا ایمیل نکنین باز اونا، و اگر ایمیل بکنین هم به شما جواب نمیه. قبلا دوری پروسه جدید دور اول که اینا ایمیل معرفی کردن، تعداد زیاد مردم درخواست دادن. اگر کسایی که درخواست دادن، اگر کسایی که ندادن فعلا منتظر باشه، یا یکی نهادهای بعدی معرفی میشه، یا یکی همین نهادها ایمیل جدید به شما معرفی میکنه. بعد از او باز میتونین که ثبت نام بکنین.